سلام دوستان عزیزم، روز جمعتون بخیر. انشاءالله که یک جمعه خوب و عالی داشته باشین. میخوام بهتون نظر نمک خانم فاطمه زهرا رو بگم که چقدر حاجت روایی داره. تو پیجم بیشتر دوستان حاجت روا شدن با نظر نمک خانم فاطمه زهرا. اگر هر حاجتی داری، بیکاری، خونه نداری، ماشین نداری، جوون بیکار داری، جوونت اهل کار نیست، جوونت حرف گوش نمیده، میخوای جوونت عاقبت به خیر بشه، کافیه 5 تا نمک تهیه کنی، رو هر کدوم 1 بار آیات الکرسی و 3 بار صلوات و 100 مرتبه بگی یا زهرا. نمکار روز شهادت خانم فاطمه زهرا که 3 آذر پخش کنی، انشاءالله که حاجت روا میشی. خانم فاطمه زهرا دست رد به سینه کسی نمیزنه، حتما حاجت روات میکنه، حاجت دلتو میگیری. میخوای با من تو این نظر نمک شرکت کنی، کافیه برام بنویسی یا فاطمه. به نیت خونه دار شدن میخوام یه چله بذارم، با هم چله رو شروع کنیم. چله خونه دار شدن. پارسال که این چله رو گذاشتم بیشتر دوستان حاجت روا شدن، حاجت گرفتن، خونه دار شدن. باز گفتن 1 بار دیگه چله خونه دار شدن رو برا ما بذار. خیلی آسونه. بعد از هر نماز کافیه 25 مرتبه آیه 29 سوره مؤمنون رو بخونی. معجزه میکنه سوره مؤمنون. دوستای اول توکل بر خدا، بعد همت خودتون سوره مؤمنون. انشاءالله که همتون خونه دار شین، از مستاجری نجات پیدا کنین. الهی آمین. هر کاری دارین اول به خدا بگین. بشینین رو به قبله یا رو پنجره رو به آسمون، یا تو حیاط یا پشت بوم، هر جا که آسمون رو با چشات میبینی. با خدا حرف بزنی، با خدا درد دل کنی. هر کاری داری فقط به خدا بگو. اگر جوون بیکار داری، اگر بیکاری خودت، اگر همسرت اذیتت میکنه، اگر گرفتاری، هر کاری، هر مشکلی داری، فقط رو به آسمون با خدا صحبت کن. خدایا بیمار دارم، خدایا بچم به حرفم گوش نمیده، خدایا عاقبت به خیر بشم، خدایا مریضیم خوب بشه. و هر مشکلی داری دیگه، هر گرفتاری داری، اول به خدا بگو. یک کلید حاجت روایی مهم و مجرب براتون آوردم. حدیث شریف کسا. حدیث شریف کسا. حتما این دعا رو بخون، ببین چجوری مشکلات دونه بدونه باز میشه. حدیث شریف کسا معجزه میکنه. اگر گرفتاری تو برطرف میکنه. حدیث کسا، پیامبر گرامی گفت هر کس حدیث کسا رو تو خونه با صدای بلند، نه زیاد بلند، همینجوری شمرده بخونه، حاجت روا میشه. حدیث کسا رو بخون، ببین چجوری آرامش پیدا میکنی، دلت آروم میشه، به آرامش میرسی. تا وقتی حدیث کسا رو میخونی، یک نور روشنایی تو خونتون میتابه. دعای شریف حدیث کسا اگر میتونین روزی 1 مرتبه بخونین، نمیتونین 2 روزی 1 مرتبه، نمیتونین هفته 1 مرتبه، فقط بخونین. معجزه‌شو میبینین به چشم. اگر حاجت خیلی مهمی، مشکلاتت باز بشه، کافیه 7 یاسین رو بخونی. خیلی آسونه دوستان. 1 مرتبه تا 7 روز. یکیشو گرو نگه میداری، یعنی 6 تا یاسین رو میخونی،
یکیشو گرا نگه میداری. انشاءالله حاجت روا شدی، حتما با توکل به خدا میشی، اون یه دونه یاسینم بخون و هدیه کن به آقا امام زمان مهدی موعود. بخشنده باش. این پستا برای اونایی که واقعا دوستشون داری بفرست. یه امامزاده، یه دختر امام حسن مجتبی که شریف خاتون اسمشه. این شریف خاتون عزیزمون، سرورمون، شاهزادمون مشکل گشاست. مریضا رو شفا میده، مشکلات رو حل میکنه، هیچی هم ازت نمیخواد. فقط نیت کن براش یه دونه سوره یاسین رو بخون و اگر حاجت گرفتی براش لقمه نون و پنیر و سبزی خیرات کن. اگر مریض ناعلاج داری، خودت مریضی خدای نکرده، یا بستگانت مریضن، یا بچه دار نمیشی، یا دوستات بچه دار نمیشن، کافیه توسل کنی به خانم شریف خاتون دختر امام حسن مجتبی. همینجا تو خونه بشین نیت کن و براش یک مرتبه سوره یاسین رو بخون. ببین که چجوری گره های مشکلات دونه به دونه باز میشه و اگر حاجت گرفتی حتما براش لقمه نون و پنیر و سبزی خیرات کن. هر چند تا در توانته، 5 تا، 7 تا، 14 تا، هر چقدر در توانته. اگر احساس میکنی طلسم شدی، برات دعا گرفتن، حالت بده، سرت درد میکنه، گرفتاریت زیاده، مشکلاتت خیلیه، کافیه سوره جن رو بخونی. نترس، اسمش سوره جنه ولی آیه های قرآنیه، سوره قرآنه. کافیه یک مرتبه از روش بخونی، هرچی طلسم و جادوه باطل میشه. برای اونایی که فکر میکنن طلسم شدن، جادو شدن، دوستان این منبع داره، سوره جن رو بخونین، هرچی طلسم و جادوه باطل میشه. عادت کن هر روز نماز بخونی، نماز بخون، مشکلات دونه به دونه حل میشه، چون داری با خدا حرف میزنی، چون خدا داره تو رو میبینه که باهاش داری درد دل میکنی، داری باهاش حرف میزنی، به دادت میرسه خدای بزرگ. شما شیخ نخودکی رو میشناسین که چقدر حاجت روایی داره، چقدر حاجت میده. کافیه بعد از نمازهای 5گانمون بشینیم رو سجاده، یک بار آیت الکرسی بخونیم، یک بار تسبیحات خانم حضرت فاطمه زهرا رو بفرستیم، 34 مرتبه الله اکبر، 33 مرتبه الحمدلله و 33 مرتبه سبحان الله. 3 بارم سوره توحید رو بخونیم و سوره طلاق آیه 2 و 3 هم بخون ببین مشکلاتت چطوری حل میشه. برای شیخ نخودکیه، حتما بعد از نماز این چند تا ذکر رو بگو. اگر مشکل داری، گرفتاری، اطرافیانت مشکل دارن، حتما نذر کن و بخون. میخوام یه ذکر قوی هم بگم از آقا امام زمان جونمونه، از آقا ابا صالح المهدی مونه. این ذکر خیلی زمانو در رفاقت امتحان کن. هر جا موندی، گرفتاریت زیاد بود، مشکلاتت زیاد بود، دلت شکسته، آروم و قرار نداری، افسرده‌ای، بنای رفاقتو با آقا امام زمان باز کن. اگر بتهکاری شدید داری یا مریض داری یا خودت خدای نکرده مریضی، اصلا حل شدنی نیست، گره باز نمیشه هر کاری میکنی، خدای نکرده عزاداری و دلت گرفته، فقط به امام زمان بگو با همین زبون عامیانه. ببین که چطوری مشکلات دونه به دونه حل میشه. ازشون بخوای و بهشون بگی یا الله، یا محمدون، یا علیون،
یا فاطمتون یا امام زمان ادرکنی ولا تهلکنی. فقط اینو بگو. ببین چجوری مشکلات دونه بدونه حل میشه، به خصوص امروز که جمعه است. دوستان عزیزم انشاءالله که جمعه خوب و عالی داشته باشین، به امید دیدار دوباره. پناه بر خدا و خدا نگهدار. التماس دعا.